روی این ببین بازم دو تا رادیکال زیر رادیکال، دو تا رادیکال زیر رادیکال، باز رادیکال وجود داره. پس اون سناریوها رو باید برم بچینم. اما این بار 6 عدد اول نیست، پس سناریو احتمالاً یکی نیست، 2 تا 3 تا سناریو میشه. 2 برابر اولی در دومی رو یه بار میگم 2 تا رادیکال 6 ضرب در 1، یه بار دیگه میگم 2 ضرب در رادیکال 3 ضرب در رادیکال 2، هر دو تاشون میشه 2 تا رادیکال 6. اگر سناریو اول باشه رادیکال 6 به توان 2 میشه 6 به اضافه 1 به توان 2 میشه 7. اما اینجا ما چند داریم؟ 5 جور در نیومد، این سناریو باطل. سناریو دوم رادیکال 3 به توان 2 3، اونم 2 به توان 2 با هم جمعش هم میشن 5. پس این درست شد. پس من این رادیکال اول رو باید بگم پرانتز بزرگ همیشه، چون منها داره یه جور بنویس که این رادیکال مثبت بشه هنگام خروج. اون یکم عین همینه با یه تفاوت که میونشون مثبته، یعنی رادیکال 3 به اضافه رادیکال 2 به توان 2. حالا بچه توان و رادیکال با هم از بین میرن، توان و رادیکال با هم از بین میرن، باید همیشه جواب مثبت باشه. از این رادیکال با فرجه زوج که الحمدلله هست. این سمت داستان هم میشه رادیکال 3 به اضافه رادیکال 2 و جواباشون در نهایت میشه 2 تا رادیکال 3. اینو یادداشت کنیم بچه‌ها تا بریم یه دونه دیگه هم مشابه همین خدمتتون یاد بدم. گروه آموزشی روگش